داستان کوتاه کاتیا، نویسنده صادق هدایت، فرازکست تقدیم می کند. چند شب بود مرتباً مهندس اتریشی که اخیراً به من معرفی شده بود در کافه سر میز ما می آمد. اغلب من با یکی دو نفر از رفقا نشسته بودیم. او می آمد و اجازه می خواست. کنار میز ما می نشست و گاهی هم معنی لغات فارسی را از ما می پرسید. چون می خواست معنی از زبان فارسی را یاد بگیرد. از آنجایی که چندین زبان خارجی می دانست، مخصوصاً زبان ترکی را که ادعا می کرد از زبان مادری خودش بهتر بلد است، لذا یاد گرفتن فارسی برایش چندان دشوار نبود. ظاهراً مرد بود چهارشانه با قیافه جدی، سر بزرگ و چشمهای آبی تیره. مثل اینکه رنگ رود دانوب در چشمهایش منعکس شده بود. صورت پرخون سرخ داشت و موهای خاکستری دور پیشانی بلند و برآمده او رویده بود و از طرز حرکات سنگین و هیکل ورزشکاریش قوت و سلامتی تراوش میکرد. اما ساختمان او با حالت اندوه و گرفتگی که در چشمهایش دیده میشد متناقض به نظر می آمد. تقریباً در حدود 40 سال یا بیشتر از سنش میگذشت، ولی روی هم رفته جوانتر نمود میکرد. همیشه جدی و آرام بود، مثل اینکه زندگی آرام و بی دغدغه را طی کرده و جای زخم گوشه چشم راست او دیده میشد که من گمان میکردم به واسطه شغل مهندسی و راهسازی در اثر انفجار سنگ یا کو گوشه چشم او زخم برداشته است. او علاقه مخصوص نسبت به ادبیات ظاهر میکرد و به قول خودش یک حالت یا شخصیت دوگانه در وجود او بود که روزها مبدل با مهندس میشد و سرکارش با فرمولهای ریاضی بود و شبها شاعر میشد و یا به وسیله بازی شطرنج وقت خود را میگذرانید. یک شب من تنها سر میز نشسته بودم. دیدم مهندس اتریشی آمد اجازه خواست و از سر میز من نشست. از قضا در این شب تنها ماندم و از رفقا کسی به سراغمان نیامد. مدتی به موسیقی گوش کردیم، به آنکه حرف بین ما رد و بدل شود، ناگهان ارکستر استنکار رازین یک آواز روسی معروف را شروع کرد. در این وقت من در یک حالت درد آمیخته با کیف در چشمها و صورت او دیدم. مثل اینکه او هم به این نکته برخورد و یا احتیاج به درد دل پیدا کرد. به حالت بی‌اعتنا گفت: میفهمی؟ من یک یادگار فراموش نشدنی با این موسیقی دارم. یادگاری که مربوط به یک زن و یک حالت مخصوص افسوس‌های جوانی میشه. من گفتم: ولی این ساز روسی است. او گفت: بله میفهمم. ما یک دوره زندگی اسارت در روسیه به سر بردیم. شاید در جنگ جهانی 1914 اسیر شده بودیم. بله، از زمان ابتدای جنگ. من در فرنت سربستان بودم. بعد در جنگ با روسا اسیر شدم. میفهمی؟ زندگی اسارت چندان گوارا نیست. واضح است. او هم اسارت در سایبریا. آیا شما کتاب یادبود خانه مردگان تألیف دوستویفسکی را خواندین؟ بله خواندیم. ولی کاملا به او ترتیب نبود. چون ما با عنوان اسیر جنگی بودیم و تا یک اندازه آزادی داشتیم. در صورتی که او با موژیکا در زندان بوده، ولی میان ما پروفسورا، نقاشا، کیمیادانا، سنگتراشا، آرایشگرا، جراحا، موسیقیدانا، شاعرا و نویسندگان بودن. پای چشم ما که در جنگ مرمی خورده بوده، در همونجا عمل کردن. پس معلوم میشه خیلی سخت گذشت برات. منظورتون از سختی چی است؟ واضح است. در ابتدا ما را ملاحظه میکردن. راستش بگویم، در اوایل ما تا اندازه از وضع خودمان راضی بودیم. اگرچه تمام روزها را محبوس بودیم، ولی دوردی خود ما آزادی داشتیم. تئاتر درست کرده بودیم. الان کوههای به خود ما ساخته بودیم. به علاوه به هر افسر از قرار 25 روبل در ما پول جیبی میدادن. و در او وقت در سایبریا فراوانی و ارزانی بود. به اندازه کافی خوراک داشتیم. گرچه بعضی مواقع پول خرجی ما را نمیدادن. و بعدا هم میدادن ما اجازه نداشتیم خارج شویم. تصور کن، ما مجبور بودیم سالها حبس باشیم. من خسته و کسل شده بودم و تمام روز را به خواندن کتاب میگذراندم. چند که گذشت، یعنی 6 ماه بعد، وقتی که اسرای ترک به ما ملحق شدن، من به خاطری که زبان ترکی را یاد بگیرم با اونا طرح دوستی ریختم. در این مدت با یک جوان عرب آشنا شدم که اسمش عارف بن عارف اهل اورشلیم بود.
شروع به تحصیل کردم و در مدت کم زبان ترکی را یاد گرفتم. به طوری که به زبان ترکی کنفرانس می دادم. چون بین ما محصلینی بود که تحصیلات خودشان را تمام نکرده بودند. با ما اجازه دادند که درس بدیم. در این صورت درس ها و کنفرانس ها دایر شد. نمایش تئاتر می دادیم و زنای روسی از خارج بهترین تزیین و لباس و لوازم دیگر را برای ما روان می کردند. بعضی مواقع یک چیز بسیار خوب از آب در می آمد. قسمی که از خارج به تماشای نمایش های ما می آمدند. از شما یک نوع زندگی مخصوص داشتین. شما فکر میکنین ما فقط قسمت خود شهر بودم. شما فکر میکنین که ما در یک اردو حبس بودیم که در روی یک تپه بود و با مسافت 2 کیلومتر با شهر کراسنویارسک فاصله داشت. اطراف اردو سیم خاردار کشیده بودند و تیرهای با طول 6 متر به زمین کوبیده بودند و فاصله به فاصله باروهایی بود که محافظین تفنگ به دست داشتن و کشک میدادند. ولی من از آلنوک خود بیرون نمی آمدم و همه وقت صرف خواندن کتاب می شدم و یا کنفرانس های خودم تهیه می کردم. تنها چیزی که با من دلداری می داد ای بود که می دونم که این همه اشخاص تحصیل کرده صنعتگر دیگر، همه جوان و خوشبخت یا پیر و بدبخت با سرنوشت من شریک بودند. اما شما فراموش میکنین که از خطر جنگ، ترانچه، صدای شلیک، گاز خفه کننده و مرگ دائمی که جلو چشمانتان بود محفوظ بودین؟ گفتم که شما از وضع من خبر ندارین. فقط روز 2 ساعت ما حق تفریح و گردش داشتیم. لباسات جان ما از شدت چرکی چین خورده بود. لباس زیر نداشتیم. زمستان هوا 40 یا 50 درجه زیر صفر بود و تابستان در 30 درجه حرارت ما مثل حیوانات 4 پا در داخل حبس بودیم. به علاوه حریق، ناخوشی های موسیقی و واقعی وحشت انگیزی که رخ میداد. همه اینا بدتر از جنگ بود. گاهی از میان ما یکی دیوانه میشد. یک شب ما همراه دوستایم ورق بازی میکردیم. یکی از رفقات تبر به دوش وارد شد و چنان ضربت شدید روی میز زد که همه ایمان از جا جستیم و اگر تبر را از دستش نگرفته بودند همه ایمان را تکه و پاره میکرد. یک نفر از اهالی مجار دیوانه شده بود. ادای سگ را در می آورد. دائم پارس میکرد و اسباب سرگرمی ما شده بود. بزرگترین چیزی که به من تسلیت میداد وجود رفیق عربم عارف بود. او همیشه زنده دل و به همه چیز به علاقه بود. حضورش تولید شادی میکرد. گذشته از این، من یادگارهای ایام اسارت خودم را با عارف در یک روزنامه وین با عنوان کاتیا چاپ کردم. خیلی مفصل است. نمیتونم شرح بدم. خب چرا کاتیا؟ درست است. دوباره میخوایم گپ بزنم. به موضوع نزدیک شدیم. او برای من اولین زن و آخرین زن بود و یک تأثیر فراموش نشدنی در زندگیم داشت. میفهمی همیشه زن باید به طرف من بیه و هرگز من به طرف او نرم. چون اگر من پیش روی زن برم، احساس میکنم که او زن به خاطر من خودش تسلیم نکرده. ولی برای پول یا زبان بازی و یک علت دیگر که خارج از من بوده شاید این کار کرده باشه. احساس یک چیز ساختگی و مصنوعی را میکنم. اما در صورتی که اولین بار زن به طرف من بیایه، او را میپرستم. حکایت را که میخوایم برات بگویم یکی از اون چیزایی است که سرم آمده. این تنها یاد بوده عاشقانه ای است که من هرگز فراموشش نمیکنم. گرچه شاید 18 یا 20 سال از او بگذره، اما همیشه پیش چشم من مجسم میشه. همون وقتی که ما اسیر شدیم، بعد از آشنایی من با جوان عرب، یک نوع حقیقتا برادرانه و جدایی ناپذیر ما را به هم مرتبط میکرد. هر دوی من در یک آلونک منزل داشتیم و تمام وقتمان صرف تحصیل زبان و یا بازی ورق میشد. من همراه او آلمانی میآموختم و او در عوض به من زبان عربی یاد میداد. یادم است ما یک شب چراغ نداشتیم. در دوات روغن ریختیم و با ترشنه پیراهن خود فتیله ساختیم و در روشنایی چراغ کار کردیم. در همین موقع من زبان ترکی را تکمیل میکردم و از راه چین، از سوئد و نروژ و دنمارک کتاب وارد میکردم. عارف جوان خوبی بود. موهای سیاه تابدار داشت و همیشه شاد و خندان و لاابالی بود. به هر حال در سال 1917 اسرای عرب را احضار کردند. به خاطری که از ترکا جدا شوند. رفیق عرب ما از من جدا کردند. با او پول دادن و او را فرستادن در شهر دیگه تا ای که وسایل حرکتش را فراهم کنند. ترکا ما را سرزنش میکردن و میگفتن ببین رفیق، تو از ما جدا شدی به خاطری که بسد ما جنگ کنی. ولی عارف به خاطری که خوب بود، مقبول بود و صورت شرقی داشت، در شهر کراسنویارسک توجه دخترای جوانه به خود جلب کرده بود و مشغول عیاشی و نوش بود. بعضی مواقع پیش ما می آمد. یک روز سر وزن بسیار چرک بود و مشغول کتاب خواندن بودم.
که یک دفعه دروازه باز شده دیدم که یک دختر جوان بسیار مقبول وارد اتاقم شد. من در جایی که شیشته بودم خشک شدم، مات و مبهوت شدم. از سر تا پای دختر نگاه کردم و به نظرم یک فرشته یا یک موجود خیالی می آمد. 3-4 سال می گذشت که با او وضع کثیف، زندگی مرگبار، ریشی که مثل ریش راسپوتین تا روی سینه‌ام خزیده بود و لباسی که به تنم چسبیده بود، در میان کتاب‌ها و کاغذها به سر می بردم. وجود یک دختر تر و تمیز در مزبله ما واقعا باور نکردنی بود. او دختر زبان آلمانیم می فهمید و با من شروع به حرف زدن کرد. ولی من به طور ذوق زده شده بودم که نمیتونستم جوابش بدم. پشت سر او در باز شد و رفیقم عارف وارد شد و خندید و ما فهمیدم که برای متعجب کردن من این کار کرده و مخصوصا او را آورده بود تا معشوقه خودش را به من نشان بده. این کار به از روی بداخلاقی و بدجنسی نکرده بود که مرا تحریک کنه. فقط به خاطر تفریح و شوخی بود. چون من کاملا او را میشناختم. عارف به من گفت بیا بریم، یا که به شهر بریم و برات اجازه میگیرم. بعد از چند سال اولین بار بود که من میخواستم به شهر برم. بالاخره با عارف و کاتیا که اجازه مرا گرفتن به طرف شهر روانه شدم. در جاده‌ها برف‌ها کم کم آب میشدن و بهار شروع شده بود. نمیتونم تصور کنم که من چه حالتی داشتم. از کنار یک دریاچه میگذاشتم. من از شادی در پوست خود جای نمیشدم و با کلی محو جمال او دختر شده بودم. در تمام راه دختر از هر چیز با من صحبت کرد. من مثل یک مرده‌ای که پس از سالهای سال دوباره به سر قبر آمده جوابش میدادم. تا ای که بالاخره وارد شهر شدیم. ما را به اتاقی بردن که در اونجا چراغ برق، میز با روی میزی سفید، صندلی و تخت خواب بود. من مثل دیاتی به دور دیوار نگاه میکردم و از خود میپرسیدم این چیزایی را که من ببینم خواب است یا بیداری. ما و عارف ششتیم. او دختر برام چای آورد. بعد به گپ زدن همراه ما شروع کرد. از دخترایی بود که همیشه مجلس را گرم میکرد و همیشه متوجه مهمانا میبود. بعد فهمیدم که دختر نیست. شوهر او در جنگ کشته شده بود و یک بچه خردم داشت. در خانه اونا یک مهندس و یک زنشون بودن. و این زن که با زن مهندس آشنایی داشت با هم زندگی میکردن. فکر میکردم که او اتاق ازش کرایه گرفته بود. شب در اونجا سپری کردیم. یک شبه که هرگز فکر نمیکردم که یک چیز باشه. من نسبت به او زن جوان عشق نداشتم. اصلا جرات نمیکردم که این فکر به خود بدم. ما او را میپرستیدم. او برای من مثل یک گوشت و استخوان نبود. یک فرشته بود. فرشته نجات زندگی تاریک و بی‌معنایم که یک لحظه آمد تمام زندگی من روشن کرد. من نمیتونم با او حرف بزنم و دستش ببوسم. صبح رفتم دوباره. اما با چی حاله؟ همین را میفهم که زندگی برم در زندان تحمل ناپذیر بود. نمیتونستم بخوابم و نمیتونستم بنویسم و نمیتونستم کار کنم. از 2 کنفرانس هفتگی خودم با عذر ناخوشی کناره‌گیری کردم. بعد از هر چیزی که پیشم می آمد به معنی و مبهم بودن. مثل ای که این همه واقعی را در خواب دیده بودم. 2-3 هفته گذشت. یک کاغذ از کاتیا برام آمد. زیر یک استیرایی را که از چشم محافظان دور بود معبوسی نور کنده بودن و پایین تیر بریده بودن، قسمی که از جاش میتونستی به جاش کنی. هر روز به نوبت یکی از ما به طور قاچاق میرفت و برای دیگرها چیزایی که احتیاج داشتنم میخرید و میآورد. کاغذارم او میرسون. در نامه‌ای که به ما آمده بود گفته بود که روز دوشنبه من میخوایم با آب بازی برم و تو در کنار رودخانه باش و هم میخوایم تو را اونجا ملاقات کنم. فکر میکردم عارف برش گفته بود. ما هفته 2 روز حقشون داشتیم. البته چون این زن بسیار مقبول و خوش صحبت بود میتونست اجازه ورود بهر منطقه ممنوعه را بگیره. اما رابطه داشتن با محبوسین هیچ تعریفی نداشت برش. به همین خاطر دیرا به نظرش آمده بود. روز دوشنبه موقعی که ما را از کنار رودخانه میبردن و با ترس و لرز به محله‌ای که قرار گذاشته بودم رفتم. همین که یک ذره از جمع جدا شدم کاتیا را دیدم. با هم رفتیم کنار بشه شیشتیم. جنگل سبز و انبوه دور ما را گرفته بود. اما باز شروع به صحبت کرد. من دست او را در دست گرفتم و بوسیدم. کاتیا طاقت نیاورد و خودش را در آغوش من انداخت و خودش را تسلیم کرد. در صورتی که من هیچ وقت این تصور را نمیکردم. چرا که بر من یک موجود مقدس و دست نزدنی بود. از روز به بعد زندگی در محبس بیش از پیش برم سخت شد و ناگوار شد. 3-4 بار همین کار تکرار کردیم. و روزایی که با آب بازی میرفتیم من دزدکی میرفتم رو ملاقات میکردم. تا اینکه یک هفته از او بیخبر ماند.
بعد کاغذی دیگری از او رسید و نوشته بود. نوبت دیگری که به شنا می رویم او می آمد و لباس مبدل برم می آورد. بعد نامه از او رسید برم و نوشته شده بود که بار دیگه که آمدم یک لباس دیگه برات میارم. من به رفیقایم اطلاع دادم، گفتم که امکان داره که من چند شب نباشم و از اونا خواهش کردم که بجای من امضا کنن. از موقع سرشماری 4x4 در محوطه حیات می ایستاده می شدم و یک نفر ماها را می شمرد. ترسی نداشتیم چون که این تنها موقع تفریح ما بود و همیشه عده‌ای جابجا می شدن و طوری که سرشماری دقیق هیچ وقت صورت نمی گرفت. به هر حال روز موعود رسید. در کنار دریاچه او را دیدم که برام یک دست لباس بلند چرکس و یک کلاه پوستی آورده بود. لباس پوشیدم و کلاه را به سر ماندم. از ساخلوی محبوسین تا شهر 2 ساعت را بود. در آگه کسی ما را می دید. کاتیا همراه من روسی گپ می زد ولی من هیچ جوابش نمیدادم، فقط گاهی می گفتم اسپاسیبا. بالاخره رفتیم به خانه‌اش. تا صبح در اتاق خوب بودم. فرداش به خانواده مهندس روسی و زن بچه‌اش به قصد گردش در کوه رفتیم. 3 روز گردش ما طول کشید. در کوه 3 ستون که قله او به شکل 3 شقه بود. رفتیم و در جنگل نزدیک اونجا خیمه زدیم و آتش روشن کردیم. در یک دنیایی بودیم که هیچ کس نبود و دور از مردم و دور از هیاهو بود. خوراکای بسیار خوب می‌خوردیم و از لای شاخه‌های درخت ستاره را تماشا می‌کردیم و شمال بسیار خوب برای ما میزد. کاتیا شروع کرد که بخوانه و با صدای افسونگر خود می‌خواند و مهندس روسیان با صدای بم به او جواب میداد. صدای کاتیا مثل زنگ‌های کلیسا در گوشم صدا می‌کردن و با جای خودم مبهوت شده بودم. اولین بار بود که آواز آسمانی را میشنیدم. از شدت کیف و لذت به خود میلرزیدم و حس میکردم که بدون کاتیا نمیتونم زندگی کنم. این تاثیرگذارترین شب در زندگیم بود. تلخی گوارایی را حس کردم که حاضر بودم همون ساعت زندگیم قطع شود و اگر مرده بودم تا ابد راه من شاد باشه. بالاخره برگشتم. هرگز فراموشم نمیشه. صبح که بیدار شدم کاتیا سماور را روشن کرده بود و برایم با چای انداخت و در باز شد و عارف وارد شد. من سر جمع خشک شدم. او هیچ نگفت. فقط نگاهی به کاتیا کرد و نگاهی به من انداخت. بعد دروازه را بسته کرد و رفت. من از کاتیا پرسیدم چی گپ است؟ او گفت بچه هست. هلش کن. او با همه دخترها را داره. بعضی تو جوانها هیچ خوشم نمیه. او کسی است که سر راه گلا را میچینه، بو میکنه و دور مندازه. رفیقم رفت و بعد از او هرچی پالیدمش دیگه نیافتمش. هیچ اثری از او نیافتم.